ما امشب میخوایم یکی دیگه از سوره های ترم 1 رو بخونیم. من توصیه میکنم کتاب تدبر در قرآن رو تهیه کنید، جلد 6 رو از مؤسسه تدبر به صورت حضوری یا به صورت خرید سایتی تهیه کنید این کتاب رو. این کتاب دو جور چاپ شده، یه جورش با استناده که صفحاتش بیشتره، حجم مطالب بیشتره، یه جورم بدون استناده که حجمش کمتره و قیمتش هم کمتره. در هر صورت این کتاب رو داشته باشید، خیلی مفیده، چون میتونید مراجعه کنید مباحث رو بعد از کلاس. بیایم سراغ یکی دیگه از سوره های این محدوده که تو ترم 1 قرار بخونیم. ترم 1 ما 40 جلسه است، الان جلسه سوم هستیم. تو این ترم ما سوره های انشقاق تا ناس رو خواهیم خوند. من ترتیب انشقاق تا ناس رو الان رعایت نکردم به دلیل اینکه احساس میکنم این ترتیبی که حالا داریم میریم یه خورده شاید بهتر باشه. جلسه قبل ما سوره تین رو خوندیم، جلسه اول سوره علق رو خوندیم و این جلسه میخوایم سوره لیل رو بخونیم. اتفاقا داشتم میومدم تو ذهنم همین بود که من یه تعریف دیگه غیر از تعاریفی که تو جلسه اول گفتم، جلسه اولو که فایلش تو کانال هست مراجعه کنید، مطالب دقیقی رو از توی کانال فایلش رو جلسه اول دوم گذاشتم. از سوره نساء آیه 82 رو اینجا گفتیم، استنادش رو گفتیم. در جلسه اول و دوم هر دو جلسه ما سوره آیه 82 سوره نساء رو بررسی کردیم. الان میخوام با یه تعبیر خیلی خیلی ساده و عامیانه یه بار دیگه تدبر رو برای شما معنا کنم تا این مفهوم تو ذهنتون شکل بگیره. احتمالاً همتون هواپیما سوار شدید، یا در سفر مکه یا در سفر کربلا یا در سفر مشهد. من خیلی برام جالب بود که هواپیما از چه مسیری میره هر جا که میخواستم برم، حالا اون سر ایران این سر ایران، از کجا میره تا میرسه به اون مقصد خودش. یه جی پی اس داشتم اون زمان که هنوز گوشی‌ها جی پی اس نداشت. این جی پی اس رو توی هواپیما خب تو دستم میگرفتم که سرعتش رو نشونم بده، کجا داره میره رو صفحش نشونم بده. بعد یه بار داشتیم میرفتیم سیستان بلوچستان برای تدبر میرفتیم. بعد هنوز خیلی مونده بود تا برسه به زاهدان. یه دفعه من دیدم این شل کرد، دیگه گاز نداد، دور هواپیما موتورش کم شد. تو جی پی اس نگاه کردم دیدم هنوز ما 200 کیلومتر داریم تا زاهدان. بعد یه بار دیگه هم همینو تو مسیر مشهد چک کردم، دیدم آره تقریبا 200 کیلومتر مونده، دیگه گاز نمیده هواپیما، دیگه شل میکنه. خب هواپیما بسته به ابعادش از زمانی که گاز نمیده دیگه یه مسافتی رو همینطوری طی میکنه. یعنی مثلا اگه تو حد اکثر دور باشه، باد مخالف نباشه، مثلا میتونه از اصفهان تا شیراز بره، حتی بیشتر از 200 کیلومتر. حالا این هواپیما این خلبانه چرا تو 200 کیلومتر مونده به مقصد دیگه شل میکنه، گاز نمیده؟ یه ربطی به تدبر داره. چرا خلبان این کارو میکنه؟ چون خلبان توی هوا ترمز زیر پاش نداره، فقط میتونه با این بالک‌های هواپیما بازی کنه برای اینکه هواپیما رو کنترل کنه. هواپیما اگه یه دفعه مثلا برسه به یه کوه، هیچ ترمزی نداره، رو هواست دیگه، چجور ترمز بگیره؟ فقط چند تا بالک کنترل کننده داره، اونا لحظه آخر میتونه باز کنه، اونا تو سرعت کم. اگه تو سرعت زیاد اونا رو باز کنه که میکنه، باد میکنه میبره اونا رو. تو سرعت 200 300 تا میتونه اونا رو باز کنه. برای همین گزینه‌ای نداره جز این که چیکار کنه؟ کل مقصد رو تو یه نگاه در ذهنش داشته باشه، حالا یا رو صفحه مانیتورش داشته باشه. وقتی کل مقصد رو تو یه نگاه داره، میدونه که این تا کجا باید گاز بده، از کجا باید دیگه نباید گاز بده. اگه این مسیرش هم کوتاه باشه، اصلا دیگه حتی به حد اکثر ارتفاع و حد اکثر سرعت هم نمیرسه. مثلا فرض کن از تهران میخواد بره تا اصفهان. یه بار از تهران ما میرفتیم اصفهان، البته اونجا دوباره می‌خواست اصفهان بلند شه بره جنوب کشور. این خب فاصله کم بود، اونقدی نبود که مثلا به حد اکثر برسه باز شروع کنه، ارتفاعش رو به حد اکثر نمیبرد، چون اونقدی نبود که بره تا حد اکثر رو برگرده. این به خاطر اینکه کل مسیر رو تو یه نگاه داره. حالا اگه راننده ماشین این حس رو داشت، این نگاه رو داشته باشه،
کل مسیر رو تو دیدش داشته باشه. تو رانندگی چه اثری میذاره؟ همون خلبانو بیار بهشون پشت ماشین، مطمئن باش دیگه تا لحظه آخر قبل اینکه برسه به چراغ قرمز گاز نمیده. هنوز یه چند صد متر مونده به چراغ قرمز، کم کم گاز نمیده تا سرعت خودش کم بشه بره وایسته. اما راننده‌ای که این نگاه رو نداره، حتی میبینی که تو داری میرسی به چراغ قرمز، مثلا 100 متر مونده به چراغ قرمز، این بغل دست چراغ میده برو کنار میخوام برم. کجا میخوای بری بابا؟ چراغ قرمزه. همه ماشینا هم اونجا بالاخره خیابونو بستن، نمیتونی رد چی بری. چرا پس اینقدر گاز میدی؟ چون آدما نگاه جامع ندارن. وقتی نگاه جامع ندارن، فقط تا نوک دماغشون رو میبینه، یه قدم اونورتر رو نمیبینه. این نگاه جامع باعث میشه که رفتار شما متناسب با مقصد تغییر کنه. حالا بیا تو زندگی خودت، از همین نگاه جامع بیا تو زندگی خود. کسی که تو زندگیش این نگاه داشته باشه چجوری زندگی میکنه؟ سرعتش رو در همه مقاطع زندگی طوری تنظیم میکنه که که بتونه نسبت به مقصد سرعت مناسب رو و جهت مناسب رو داشته باشه. خدا تو قرآن اینو به ما یاد میده با نگاه تدبری. وقتی سوره ها رو با نگاه جامع میبینی، خدا به تو چی میده؟ نگاهی میده که بتونی با توجه به مقصد سرعت تو و جهت حرکت تو تنظیم کنی. و وقتی که مثلا میبینی که ته خط بن‌بسته، خب چیکار میکنی؟ مثل اون خلبانه، 200 کیلومتر مونده دیگه گاز نده، ته خط بن‌بسته، بعد اونجا وایسی. بخوای بری هم نمیتونی بری، نه سوختشو داری نه بعدش دیگه مثلا نقطه‌ای برای فرود هست، اونجا باید فرود بیای. آقا حالا نقطه فرود ما کجاست؟ نقطه فرود ما همچین دور نیست. مخصوصا همه ما که دیگه نصف عمرمون قطعا گذروندیم. من برای خودم که مطمئنم نصف عمرمو گذروندم در بهترین حالتش. از یه دقیقه بعدمون خبر نداریم. مثلا به طور معمول حساب کنیم که واقعا یه لحظه بعدش هم خبر نداریم، به طور معمول حساب کنیم نصف عمرمون قطعا گذروندیم. الان یه کسی بیشتر از 80 سال عمر کنه میگیم زیادی از کپونش عمر کرده. بسشه دیگه، بیاد بره جا باز بشه برای بقیه. خب حالا ما هممون دیگه فکر می‌کنم، من که نزدیک 50 ام، شما میدونم که خیلیاتون از 50 رد شدید. خب مگه تهش چقدر مونده؟ خب آقا این تب بسته دیگه. از حالا گازو کم کن، جهت تو تنظیم کن، تو که ته خط با سر نری تو دیوار. بارها پیش اومده یه خلبانی مثلا نتونسته سرعتشو موقع فرود تنظیم کنه، با سرعت زیاد اومده رو کف باند، با سر رفته ته باند خورده به اون دیوار ته باند. خب خودشو همه مسافراشو نابود کرده. این اتفاق بارها توی دنیا افتاده. خب اون دیگه توی مسائل مادی بهش یاد میدن کجا ترمزو بگیر. اما توی زندگی کی باید بهت یاد بده؟ خب خدا یاد میده. اگه نیای تو قرآن هیچ وقت این تنظیم رو نمیتونی انجام بدی. تا اون آخرین لحظه میری گاز میدی، میبینی تا آخرین سال عمرش، تا آخرین روزهای عمرش مشغول حرص دنیا و مالندوزی و حرص مادیات. اصلا انگار نه انگار میخواد بمیره، برای چند سال دیگه بیشتر فرصت نداره. برای چی؟ برای اینکه آدما نمیتونن آخر خط درست ببینن. خب خدا این نگاه رو به ما میده، به شرطی که یاد بگیریم این نگاه جامع رو. این مثالی بود از تدبر، از مفهوم تدبر و اثرش تو زندگی خودمون. حالا این رو اگه از سوره‌های قرآن درست بگیری، خود به خود تو زندگی اثرش رو میبینی. من شک ندارم، خود به خود تو زندگی اثرش رو میبینی. و اگر نگیری حتما اثرش رو نمیتونی داشته باشی. من با اطمینان به شما بگم مسلمانی بدون قرآن تومن 9 قرون با مسلمانی با قرآن فرق داره. الان مثال‌های زیاده، چون بحث چالشی میشه واردش نمیشم. ان شاءالله کم کم تو سوره‌های بعد واردش میشیم. چه تفاوت‌های عمده‌ای داره مسلمانی با قرآن و مسلمانی منهای قرآن. بیایم سراغ سوره لیل با همین نگاه جامع. پس وقتی نگاهمون جامعه، دیگه قرآن رو چجوری نمیبینیم؟ گسسته نمیبینیم، پیوسته میبینیم. تدبر یعنی فهم پیوسته، نتیجهش میشه جامعه نگری.
نتیجهش میشه جامعه نگری، همون نگاهی که یه خلبان باید داشته باشه. تو خلبان خودتی دیگه، تو سوره تین دیدیم که سوره قبلی خلبان خودتی، در یه نقطه اوج پرواز خدا تو رو قرار داده، باید حفظ کنی، باید پرواز رو حفظ کنی وگرنه سقوط میکنی به اسفل سافل. تو خلبان خودتی، اون ته خط رو درست ببین، به موقع ترمز کن، به موقع جهت تو به راست یا به چپ تغییر بده که با سر نری تو کوه. بسم الله الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنهار اذا تجلی و ما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی. چجوری خوندم؟ 4 آیه اول رو با هم خوندم. چرا؟ چون همش به هم پیوسته است. این همش یه جمله بود، همش یه جمله است. حالا این 4 تایی که با هم خوندم چه ترکیبیه؟ چه ترکیبی؟ ترکیب قسم و جواب قسمه. از قسم خدا شروع کرده و به یه جواب رسیده. به چیا قسم خورده؟ به چه جوابی رسیده؟ آیه اول واللیل اذا یغشی، به شب وقتی که میپوشاند، پرده پوشی میکند. به روز وقتی که تجلی، آشکار میکند یا آشکار میشود. حالا اینجا خدا به روز قسم خورده. و سومی دیگه به چی قسم خورده؟ و ما خلق الذکر والانثی، به چی قسم خورده خدا؟ زوجین، زوجیت. دقیقاً کلمه‌ای که اینجا مورد قسمه، اون اولین موضوع مورد قسم چیه تو آیه؟ ما. و ما یعنی چی؟ طبیعتاً چی؟ قطعاً خود خداونده. خدا به خودش قسم خورده از اون جهت که آفریننده ذکر و انثی است. آن قسم به آن موجودی که مذکر و مؤنث را آفرید. مای موصوله. آره. ببین آیه ابراهیمی، اینجا اون جاییه که خدا قواعد عربی رو گسترش داده. تو عربی یه قاعده‌ای نوشتن بر اساس استعمالات رایج. نوشتن که ما برای غیر انسان‌ها، اصلا برای غیر ذوی العقول استفاده میشه، برای اشیا استفاده میشه. اما خدا اینجا در قرآن بارها از کلمه ما برای خودش استفاده کرد. به چه معنا؟ به معنای آن موجود. ببین تو زبان عربی رایج نیست ما رو برای اشیا استفاده میکنن. خب مای موصول ها، مای نفی نه. تو عراق میری برای نفی هر چیزی یه ما سرش میذارن، اون مای نفیه. مای موصول یعنی آن موجودی که، آن پدیده‌ای که، آن یا خالقی که به همون موجود راحت تره. چرا خدا از ما استفاده میکنه؟ برای اینکه عظمت بده به این وجود خودش که آفریننده ذکر و انثی هست. خب و این در قرآن بارها خدا اینو استفاده کرده، یعنی از ما برای رسوندن حقیقت استفاده کرده. خدا به خودش داره قسم میخوره از اون جهت که آفریننده ذکر و انثی هست. و ما خلق الذکر والانثی. حالا جواب چیه؟ ان سعیکم لشتی، که قطعاً سعی و تلاش شما چگونه است؟ شتا است، گوناگون است. خدایا به چی قسم خوردی که چی رو ثابت کنی؟ نکته مهم و سوال مهم همینجاست. اگر ما اینو فهمیدیم میتونیم درک روشنی رو از در آغاز سوره داشته باشیم. البته میدونیم که قسم و جواب قسم برای تأکید روی حقیقتیه. معمولا اینطوریه که در قرآن قسم و جواب قسم میاد برای اینکه
ذهن شما رو به یه پدیده معطوف بکنه و از اونجا تازه خدا شما رو حرکت بده ببره به مقصد بعدی. حالا خدا به چی قسم خورده تا چی رو ثابت بکنه؟ به شب آنگاه که میپوشاند، به روز وقتی که جلوه‌گر میسازد و به آن خدایی که آفریننده مذکر و مؤنث است. حالا این سومی رو یه لحظه میذاریم تو پرانتز، این خود شب و روز رو ببینیم خدا برای چی به شب وقتی میپوشونه، به روز وقتی جلوه‌گر میکنه داره قسم میخوره. بعد میگه سعی و تلاش شما متفاوته. به این جمله دقت کنید، سعی و تلاش شما متفاوته. قسم به شب، قسم به روز که سعی و تلاش شما متفاوته. خب چه درکی، چه تصوری تو ذهن شما ایجاد میشه؟ خب شب چطور؟ بله خب جمله جوابو که داریم، فعلا دنبال ربطیم. آقا جواب چیه؟ آقا سعی و تلاش شما متفاوته. یکی سعیش به یه نتیجه میرسه، یکی سعیش به یه نتیجه دیگه میرسه. ممکنه جفتشون هم سعی کردن، تلاش کردن، اما چون مسیرها متفاوته، مقصدها هم متفاوته. خدا داره برای اثبات این موضوع به چی قسم میخوره؟ به روز، به شب. روزی که جلوه‌گر میکنه، شبی که میپوشونه. خب پس این چیه؟ آقای خباز دور نری، جواب نزدیکه، همینجاست جواب. این شب، این روز چرا با هم متفاوته؟ خیلی متفاوته. روز همه چی رو جلوه‌گر میکنه، شب همه چی رو میپوشونه در پرده خودش. تفاوت داره، تضاد داره. این تفاوت در عمل شما هم هست. اینجا خدا از این منظر روز و شب و مورد قسم قرار داده. حالا پس این تفاوت گرفتی؟ تفاوت روز و شب، سعی و تلاش شما هم متفاوته. حالا سومی رو اضافه کن، قسم به خدای آفریننده مذکر و مؤنث. اینو چجوری اضافه کنیم؟ دقیقاً اینم همین منظره، منظر تفاوت مذکر و مؤنث. مذکر و مؤنث چقدر با هم تفاوت دارن؟ زمین تا آسمون. خدا در آفرینش مذکر و مؤنث اصلا هنرنمایی کرده. دو تا انسان آفریده، کلا دو جنس انسان آفریده، کل نظام انسانی رو روی این دو جنسیت انسان سوار کرده. مردا یه کاری باید بکنن، زنا یه کاری باید بکنن. بعد این مردا باید خواهان زنا باشن. یعنی یه جوری خدا آفریده مردا خواهان زنا بشن. یه میلی رو این وسطه قرار داده. این میله تو اون تفاوته نهفته است. آدما در ذات طبیعی خودشون تو یک جنس به هم تمایلی ندارن. چرا؟ چون تفاوتی نداره. تفاوتی نداره. اونی که اون تفاوته میل ایجاد میکنه که انسان‌ها به سمت هم برن. بعد جامعه انسانی تو مسیر خودش ادامه مسیر بده. پس این تفاوت مرد و زن رو خدا در یک آفرینش حکیمانه و هدفمند اینطوری آفریده. درست؟ این تفاوت رو گرفتی تو مرد و زن، این تفاوت تو رفتار تو عمل شما هم هست. پس میتونه عمل انسان‌ها خیلی با هم متفاوت باشه. خیلی متفاوت باشه. این تفاوت بین انسان‌ها رو یه مستندسازی تو غرب به تصویر کشیده، البته با نگاه کاملا مادیگرا. اون مستند خواستید ببینید. تفاوت انسان‌ها رو خواسته به تصویر بکشه. از همون تیتراژش که سفارشی داده این آقای سالار عقیلی براش خونده. مستندساز اروپاییه ولی تیتراژشو داده سالار عقیلی به فارسی براش خونده. تو همون اول مستند سالار عقیلی دهن فارسی میخونه گذاشته رو مستندش. مستند اصلا فارسی نیست اصلا. ولی مستند جالبیه به اسم مستند انسان. اونو خواستید ببینید. اون فقط از جهت چی؟ تفاوت انسان‌ها. چقدر خدا انسان‌ها رو متفاوت آفریده. تو نژادها چقدر متفاوتن. حالا چرا خدا فقط رو مرد و زن انسان تمرکز کرده اینجا؟ چون جلو چشمونه. خودمون یا مردیم یا زنیم. خب تو جامعه انسانی داریم زندگی میکنیم. تفاوت هر چیزی جلو چشم انسان، یعنی واضح تر از تفاوت انسان ها دیگه چی باشه؟ این تفاوت واضح رو خدا میگه خب بگی ببر تو اعمال خودتون. عمل شما اینقدر میتونه متفاوت باشه. من هر وقت به این موضوع نگاه میکنم، وقتی توی خیابون آدما رو میبینم
حتی جایی که یا چند تا آدم کنار هم نشستن. میگم این تفاوت‌ها رو واقعا توی هر دو تا آدمی میتونی پیدا بکنی. به طور کلی بین جنس مرد جنس زن، این که اینجا خدا گفته، اما همین تفاوت رو به طور کلی میتونی تو آدما ببینی. حالا اینجا رو بگیر، فقط اینو بگیر، تفاوت از روز و شب و از مرد و زن بگیر ببر توی تفاوت عمل انسان ها. حالا یه سوال مهم پیش میاد. خدایا از این سه تا قسم خواستی برای ما جا بندازی که عمل آدما با هم متفاوته. منشأ تفاوت کجاست؟ سوال اصلی اینه. منشأ تفاوت چیست؟ اولش به ما گفتی که آدما عملشون متفاوته، مثل تفاوت روز و شب و تفاوت مرد و زن. منشأ تفاوت چیه؟ از کجا نقطه تفاوت و اختلاف عمل آغاز میشه؟ از کجا آغاز میشه؟ جواب چیه؟ تفاوت عمل از کجا آغاز میشه؟ جواب سوال. منشأ تفاوت چیه؟ ببین سوال واضحه. تفاوت عمل آدما به چیه؟ یا بهتر بگیم منشأ تفاوت از کجاست؟ از کجا تفاوت آغاز میشه؟ عمل که کلیه. ببین نکنید آیه صادق منش، عمل متفاوت است. این جمله تثبیت شد با جواب قسم. عمل متفاوت است. داری میگی منشأ تفاوت چیه؟ سوره رو اوپن بوک هم جواب بدین از توش در میاد. هیچ کی به سوره توجه نمیکنه. آی سیدی چی رو ژنتیکی؟ آقا سوالو بگیرین. عمل آدما متفاوته. عمل چه ربطی به ژنتیک داره؟ خدا میگه سعی شما تلاش شما متفاوته. تلاش، خب ببین خود تلاش اینجا تثبیت شده ها. ان سعیکم لشتی. تلاش شما متفاوته. منشأ متفاوت کجاست؟ من توقع داشتم یکیتون درست بگین اقلا. چی؟ بابا خلقت تموم شد. اون خلقت تو موضوع قسم بود. خدا خودش مرد و زن رو متفاوت آفرید. تمام. حالا خدا میگه آقا بر اساس یعنی همونقدر که مرد و زن متفاوت آفریده شدن، این عمل شما که از خودتون داره منشأ میگیره متفاوته. اینجا دیگه شمایید. اینجا کار خدا نیست، کار شماست. سعی شما لشتی. ان سعیکم لشتی. پس سوال جا افتاد. سعی ما متفاوت است. الان مثلا یکی فرض کن یه سرباز صهیونیست هر روز باید بره فلسطینی بکشه، این یه سعی عملیه. یکی هم مثلا تو جبهه مقاومت یمنی‌ها دمشون گرم چند تا موشک زدن تو سر صهیونیستا، من کیف کردم. این دوتا عمله، دوتا عمل متفاوته. جفتشون هم عمل نظامیه، شلیکه. خب دارن چیزی رو شلیک میکنن، اما این عمل متفاوته. خب این یه مثال زدم از تفاوت. خدا میخواد تو اینجا برای ما منشأ تفاوت رو بگه. جهانبینی هم توش هست، اما آغازش الان با جهانبینی نیست. ببینیم خدا چی میگه. من خواستم سوال تو ذهنتون خوب جا بیفته بر اساس قاعده‌ای که همیشه گفتیم سوال خوب نصف دانشه، سوال خوب نصف جوابه. خدا بعد آیه بعد میگه اما. همیشه تو عربی وقتی فعل رو میبینی یعنی جمله قبلی میخواد به جمله بعدی پیوند بخوره. حالا یا پیوند ترتیب، یعنی مثلا این یکه این دوه، یا پیوندی که این مقدمه برای اونه. این هر دوتا تو فه هست. اما کلمه اما در عربی با فارسی کلن هیچ ربطی به هم نداره. اما در عربی برای چی استفاده میشه؟ وقتی شما چند چیز داری، چند تا چیز داری، نه بیشتر از دو هم میتونه باشه، هر کدوم از اون اقسام رو با یه اما سرش میذارن. نه استثناء نیست. یه چیزی چند قسمت داره، حالا دو یا چند قسمت، سر هر کدوم یه اما میذارن. خب همون اقسام رو با اما شروع میکنن. این کاربرد کلمه اما. پس هر وقت اما دیدی تو عربی منتظر چی هستی؟
یک برشماری اقسام هستی. حالا تو قسم اول، البته اینجا دو قسمه، میتونه بیشتر از دوتا هم باشه، کلمه اما رو گفتم. اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره للیسری. این قسم اول از سعیکم لشتاست. روی چی خدا میخواد پیش بره؟ روی چی میخواد سوار کنه تفاوت رو؟ آن کس که عطا کند و تقوا پیشه کند و حسنا را تصدیق کند، ما براش چیکار میکنیم؟ یه دونه فی آورده، فسنیسره للیسری. سنیسره، سینشو وردا که مال آینده شه. نیسره مصدرش چیه؟ مصدرش چیه؟ نیسره، تیسیر. تیسیر، ما تیسیر میکنیم. حالا تیسیر یعنی چی؟ باب چیه؟ باب تفعیله. یعنی چی؟ معنای تیسیر چیه؟ آسانسازی. متعدیه. آسانسازی. ما آسانسازی میکنیم، او را آسانسازی میکنیم براش. به چه مقصدی؟ به مقصد یسرا، لیل یسرا. مسیر یسرا رو براش آسانسازی میکنیم، هموار میکنیم. حالا یسرا چیه؟ یسرا اصلا یعنی چی؟ یسرا یعنی آسانی. آسانی را براش آسانسازی میکنیم. یعنی اون حالا آسانی کنایه از چیه؟ آسانی. آسانی. نیسره للیسری، اون آسانی را براش هموار میکنیم. یعنی یه آسانی فرض کن اونجا هست، این مسیره رو خدا برای چیکار میکنه؟ هموار میکنه، آسانش میکنه. اون آسانی کنایه از چیه؟ کنایه از بهشته. بهشت، مقصد آسان. به جای بهشت خدا گفته مقصد آسان. او را، آن مقصد آسان را براش هموار میکنیم. بله، براز کبرا، آسان ترین. آره، آسان ترین. همون آسان ترین دقیق تره. آره، همون کنایه از چیه؟ کنایه از بهشته. حالا خدا میگه تو چی کارا بکنی من بهشته برات آسان سازی میکنم. اعطا و اتقا و صدق بالحسنا. 3 تا کار باید انجام بدی. انفاق کنی، تقوا پیشه کنی و حسنا را تصدیق کنی. حسنا چیه؟ چی؟ بله بله، حسنا مؤنثه، مثل همون یسرا، هیچ فرق نمیکنه. آره آره. یعنی چی؟ بله بله. پس خدا از ما 3 تا کار خواسته در تشریح اقسام سعی ما آدما. میگه آقا اون کسی که اهل اعطا باشه، اهل انفاق باشه و این انفاق رو با انگیزه تقوا انجام بده. یعنی نه یه انفاقی که برای جلب توجه دیگران، یه انفاقی که برای خودنمایی، یه انفاقی که برای یک مقصد مادی، مثلا فیلم ما رو بگیرن جای نشون بدن. این نه، با انگیزه تقوا. حالا تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی نگهداری. یعنی انفاق رو با انگیزه نگه داشتن خودت از یک خطر انجام بدی. کدوم خطر؟ خطری که بیخ گوشته. من انفاق میکنم تا خودم رو حفظ کنم از یک خطر بزرگ، خطر در افتادن به جهنم، به همون اسفل سافلین. باید اهل انفاق باشی. من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا، آن حسنا رو هم باید تصدیق کنی. حسنا یعنی چی؟ کنایه از چیه؟ ها؟ چی؟
نه. به چه دلیلی؟ حسنا یعنی عاقبت نیک. خب عاقبت نیک، حسنا رو تصدیق کنی یعنی باور به قیامت داشته باشی، قیامتی که یک عاقبتی در انتظار انسانه. چی؟ ببینید باید یک ارتباطی باشه تا این کنایه برقرار باشه. باید این ببین حسنا اون عاقبت نیکه که ما باید تصدیقش کنیم، یعنی باید این اعطای شما با تکیه بر باور به معاد باشه. یعنی الان تو کفه دوم همینو دوباره میبینیم. کفه دوم سعی، گفتیم این کفه اول سعی بود، حالا کفه دوم سعی. و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسری. اما آن کس که بخل ورزد و استغنا پیشه کند و حسنا را تکذیب کند، ما عسرا را براش هموار میکنیم. عسرا یعنی اون عاقبت سخت، جهنم براش هموار میکنیم. طرف چیکار کرده؟ به جای اعتاب بخل ورزیده و به جای تقوا یعنی اون انگیزه حفظ خیشتن خودش رو چی دونسته؟ بی نیاز دونسته. سوال خیلی مهمه، چرا خدا استغنا رو در برابر تقوا میذاره؟ اگه این تقابل رو پیدا بکنیم میتونیم چیکار کنیم؟ خیلی به اون مفهوم تقوا نزدیک بشیم. به مفهوم تقوا خیلی میتونیم نزدیک بشیم. خب چجوری تقوا در برابر استغنا قرار میگیره؟ تقوا یعنی خود نگهداری. استغنا یعنی چی؟ احساس بی‌نیازی یا بگیم بی‌نیازی جستن. خب چجوری احساس بی‌نیازی یا بی‌نیازی جستن در برابر خود نگهداری قرار میگیره؟ خود به خود در مقابل هم قرار نمیگیره، بلکه باید یه ربطی این وسط برقرار کنیم تا این دوتا مقابل هم قرار بگیره. چه ربطی برقرار میشه که تقوا مقابل استغنا قرار میگیره؟ نه ببین بی‌نیازی، من بی‌نیازی رو میخوام ربط بدید. بی‌نیازی آقا طرف احساس نیاز نمیکنه، یکی دیگه احساس نیاز کرده. ببین از اینجا شروع کن. فرد اول بی‌نیازی احساس میکنه، خب برای چی باید بیام مثلا انفاق کنم؟ یه چی بشه؟ دلیلی وجود نداره. دارندگی برازندگی، میشه جانم که دارم، گوره بابا هر کی که نداره. احساس بی‌نیازی میکنه از این که خودش رو حفظ کنه. آدم متقی احساس نیاز میکنه که خودش رو حفظ بکنه. پس متقی در برابر مستغنی قرار میگیره. این مفهوم رو خدا در سوره عبس هم دوباره برای ما خواهد آورد. بالاخره الان آدم بخیل مستغنیه. الان اینجا بخیلی که مستغنی، خودشو مستغنی دونسته، بی نیاز دونسته. از چی؟ از اعطا، از اینکه برای خودش سپر درست کنه با تقوا. آدم مستغنی خودش رو از ساختن سپر محافظ بی نیاز احساس میکنه. قدیما یادتونه ماشینای قدیمی دهه 50 دهه 60 سپرهای خیلی خرکی داشتن، به هر کی میخورد اون طرف دیگه ناکار میشد. الان شما به یه موتوری بزنی پیش میاد دیگه، مثلا میزنی با فرض کن سپر پلاستیکی میزنی به یه موتوری، نابود نمیشه. ماشین قدیمی‌ها سپرهاش انقدر محکم بود به موتوری میخورد، موتوری دیگه استخوان شکستن رو قطعی بود. بعدن کارخونه دیدن خب چه کاریه، ما اینم آدمه دیگه، فکرام برام میکنیم این سپره رو خیلی محکم نسازیم که اون آدم لط و پار بشه، این سپر پلاستیکی بسازیم سپره خورد بشه نه که طرف نابود بشه. قدیما خیلی احساس نیاز میکردن که سپره رو محکم بسازن. اون همون تقواه، اون سپره اون تقواه. آقا شما الان سپر داری جلو خودت؟ حالا قدیما سپرها دایره بود و تو جنگ استفاده میشد. خب الان سپرها جلو ماشینا نصب میشه. الان سپرها رو پلاستیکی میسازن، قدیم سپرها رو آهنی میساختن. چرا؟ چون احساس نیاز میکردن که این سپر باید آهنی محکم ساخته بشه.
دیگه الان 3 دهه از اون نسل ماشینا گذشته، آخرین نسلش مثلا پیکان بود، سپرش آهنی بود. چرا؟ احساس نیاز به ساختن سپر بود. تقوا همون سپره. آدم متقی احساس نیاز میکنه که بره برای خودش سپر بسازه. کسی که حالا چه کسی احساس نیاز به ساختن سپر احساس نمیکنه؟ کسی که عاقبتی رو قبول نداره. وقتی عاقبتی نیست که من قرار باشه یه دفعه در یه مهلکه‌ای بیفتم، برای چی باید برای خودم سپر بسازم؟ سپر نمیسازم. مثل ماشینای الان هم سپرها پلاستیکی میشه، چون قرار نیست حالا مثلا به یه جای سختی برخورد کنیم. یعنی وقتی عاقبتی در کار نیست، برای چی میخوای سپر بسازی؟ وقتی عاقبت سختی به اسم اسرا وسط باشه، باید برم سپر بسازم برای خودم. این سپرها رو با چی باید بسازی؟ با اعطا. برای همین آدم اهل انفاق متقیه و آدم بخیل مستغنیه، احساس نیاز نمیکنه. تفاوت معانی رو گرفتی، تقابل معانی رو. خود به خود این آدم حسنا رو تکذیب میکنه. کذب بالحسنا، چه عاقبتی، چه حسابی، چه کتابی، اینا رو آخوندا ساختن از خودشون در آوردن. نه بابا جون، راحت زندگی تو بکن. از این حرفا دیگه نقل و نبات در روز میشنویم دیگه. یعنی یه کلمه آخوند درست میکنه، تو خودم آخوندم راحت میگم دیگه، این کلمه آخوند درست میکنه، آره بابا اینا مثلا یه سری جعلیات درست کردن، راحت باش زندگی تو بکن. الان فلسفه نیمی از مردم ایران دقیقاً همینه. فسنیسره للعسری. ما هم براش چیکار میکنیم؟ اون اسرا رو براش هموار میکنیم. اسرا اون عاقبت سخته، ما براش هموار میکنیم. خیلی جالبه، برای نفر اول خدا یسرا رو هموار کرده، برای نفر دوم اسرا رو هموار کرده. پس در هر صورت خدا هموار میکنه. جالبه، در هر صورت خدا سنیسره للعسری سنیسره للیسری. در هر صورت خدا هموار میکنه. یعنی چی دقیقاً؟ آها یعنی شما هر جور زندگی کنی خدا همون مسیر رو برات هموار میکنه. اگه مسیر اعطا رو پیش گرفتی، همون رو خدا برات هموار میکنه. مسیر بخل رو پیش گرفتی، همون رو برات هموار میکنه. میبینی آدمی که اهل بخله، همه مسیر، دلایل ظاهری، فرم اجتماع، چیزایی که تو ذهن این آدم میشینه، همه چی به سمت همون بخل اینو سوق میده. یکی دیگه در مسیر اعطا، همه چی رو خدا در همون مسیر اعطا براش هموار میکنه. من که خیلی مثالش زیاده تو ذهنم، حالا مثالش خودتون پیدا کنید. یه جمله بعدش خدا میگه خیلی جالبه. وقتی که ما اسرا رو برای این آقای هموار کردیم، بعدش چی میشه؟ و ما یغنی عنه ماله اذا تردی. یعنی چی؟ مالش رو طرف بخل ورزید دیگه، اعطا نکرد، اما وقتی که برگرده مال به دردش نخواهد خورد. ما یغنی عنه ماله. دقیقاً یعنی چی آیه؟ ما یغنی عنه ماله، فاعلش چیه؟ ماله. مال مرفوع اومده. مالش او را چی نمی کند؟ بی نیاز نمی کند. یعنی مال به دردش نمیخوره. مال به دردش نمیخوره. بعد از مرگ مال به دردت نمیخوره. خیلی چیز واضحیه، اما همین چیز واضح رو آدما خودمون توش لنگیم. الان فکر کنیم اونجا مال به درد میخوره. البته توی نظام فکری مشرکانه و نظام فکری کفر اصلا مال دقیقاً حتی عامل سعادت اون دنیاست. چرا مثلا پیش این اجساد فراعنه مثلا غذا و نمیدونم اینا دفن میکردن؟ این تصورشون همین بوده. تو قرآن هم خدا از قول خیلی آدما همین نقل میکنه که میگه، مثلا قضیه سوره کهف خدا اینو میگه، دو تا چی بودن؟ دو تا همسایه بودن، دو تا باغ داشتن. یکی با یکی گفتش که آقا من این باغم اصلا نابود شدنی نیست، تازه من که اینجا این باغو دارم، اون طرفم یه خونه خوب دارم، چون اینجا باغ دارم اونجا خونه خوب دارم. اینو صراحتا خدا از زبان اون آقاه که در واقع دوستش بهش گفت که چرا کافر میشی؟ اکفرت بالذی خلقک فسواک و سواک رجلا، به خدای کافر شدی که تو رو در این حالت راست قامت آفرید، بعد باغش نابود شد و خلاصه
فهمید که این باغ براش جاودانگی نمیاره. ولی واقعا در قرآن این پرتکراره که خیلی‌ها فکر میکنن مال باعث جاودانگی و باعث سعادته. ان علینا للهدی. اینجا بخش اول تموم شده، وارد بخش دوم سوره میشیم، یعنی گام دوم سوره. سوره لیل 2 گامه، 2 گامه، 2 بنده، 2 پاراگرافه. تا اینجا حرف اصلی سوره رو خدا گفته. حرف اصلی رو جمع‌بندی کنم. آدما بدونید سعی و تلاش شما متفاوته، به 2 مقصد کاملا متفاوت ختم میشه. یک مقصد یسرا، یک مقصد اسرا، که البته ما هر 2 مقصد را هموار میکنیم برای شما، اما چه کسانی رو اینوری هموار میکنیم، چه کسانی رو اینوری هموار میکنیم. اونهایی که اهل اعتاب و حفظ در واقع یک سپر محافظ و تصدیق کننده اون عاقبت نیک باشن، اینوری هموار میکنیم. اونهایی که اهل بخل باشن و خودشونو بی‌نیاز از داشتن سپر احساس کنن و اون در واقع حسنا رو تکذیب کنن، ما اسرا رو براشون هموار میکنیم. پس تفاوت سعی و تلاش آدما اومد رو چی سوار شد؟ اعطا و بخل. اعطا و بخل که این یکی پشتش تقوای، اون یکی پشتش استغناه، یکی پشتش تصدیق حسنا، اون یکی پشتش تکذیب حسنا. منشأ تفاوت معلوم شد. در قرآن منشأ تفاوت آدما اینجاست. خدا اینو به خودش نسبت داده. نه هیچ مغایرتی نداره. ان شاء الله سوره الرحمن رو میخونیم میبینیم چه مغایرتی نداره. اصلا عین نظام رحمانی خداست. خدا تو سوره رحمان برای ما اینو چی رو جا میندازه؟ بود این سوره رحمان شما دیگه. خدا تو سوره رحمان خدا چی رو برای ما جا انداخت؟ این که جهنم جزئی از نظام رحمانی خداست و باید تو این نظام رحمانی جهنم وجود داشته باشه. تو آیه 13 سوره رحمان ان شاء الله میرسیم ترم 5. ان علینا للهدی. خدا برای چی گفت سعیکم لشتا؟ سعی شماها یعنی خودتی که داری سعی رو خرج میدی. خودتی یعنی اون منشأ اراده خودته، اما هموارسازیش خدا انجام میده. آقا جفتش جاده است، 2 طرف جاده است، این ور میره بهش این ور میره جهنم، جفتش هم خدا جاده ساخته. مگه خدا اشتباه کرده که جاده ساخته؟ نه، اینو خدا سوره انسان برای ما توضیح خواهد داد. اگه یادتون باشه سوره بله تو سیاق آخر، سیاق 4 سوره انسان، خدا اینو برای ما بیشتر و دقیق‌تر برای ما باز خواهد کرد. اونایی که خواستن سوره انسان رو بشنون، من تازگی‌ها همین تو کجا گفتم، همین بسیج ناحیه امام رضا گفتم سوره انسانو. درسته آقای سلگی؟ آره اونجا سوره انسانو گفتیم. فایلشو تازه گذاشتم تو کانال. تو کانال من چون برای همه سوره ها هشتگش رو گذاشتم، شما با هشتگ خیلی سریع میتونید اون پیامش هم اون بالای گذاشتم، هر کی بره رو هشتگ ها کلیک کنه فوری میتونه اون سوره مورد نظر رو پیدا کنه. حالا بند دوم خدا برای چی میخواد بیاره تو این دقایق پایانی؟ بند دوم خدا برای چی میخواد بیاره؟ برای اینکه این قاعده‌ای که در بند اول گفته رو تثبیت بکنه. خدا در بند دوم میگه ان علینا للهدی و ان لنا للآخرة والاولی فانذرتکم نارا تلظی. خدا میخواد فلسفه و بنیاد این که انسانها رو هشدار میده، به چه منطقی خدا میتونه هشدار بده؟ اینو میخواد خدا بگه. آقا من چرا دارم شماها رو هشدار میدم به آتشی که زبانه میکشه؟ میدونید چرا؟ ببین گفتم تو قرآن همیشه حرفها مبنایی و پایه‌ایه، هیچ منطقی قبلش هنوز نیست. شما الان اینو اگه یاد بگیرید میتونید برای هر کس که اعتقاد نداره به آخرت، به قیامت، اینو براش بگید و اگه آدم منطقی باشه باید بپذیره. خدا منطق بر پایه یک نظام حسابرسی رو اینجا داره میگه. آقا من چرا میگم شما رو دارم هشدار میدم و انذار میدم، مثلا بگه اسرایی؟ چرا شما رو میگم انذرتکم نارا تلظی، هشدار میدم به آتشی که زبانه میکشد؟ چرا من خدا میتونم شما رو هشدار بدم به آتشی که زبانه میکشد؟ این تو ادبیات دینی ما جاش خالیه ها، از قرآن باید یاد بگیریم اینو. چرا؟ الان گفتم آیه قبلش. چرا؟ آیه قبلش سر و ته خط دست خودمه، فارسیش این میشه لنا للآخرة والاولی.
سر خط دست خودمه، ته خطم دست خودمه. منی که سر خط و ته خط دست خودمه، و من دارم به شما میگم ته خط نارن تلظا هست. قبول نداری؟ قبول نشته باش. چیزی عوض نمیشه. آقا من شما رو آفریدم، سر خط و ته خطم من تعریف کردم. من خدا هم این قدرت رو دارم، سر خط و ته خط رو خودم تعریف میکنم بر اساس حکمت. من دارم میگم انذرتکم نارن تلظا. این منطق معاده. اینا رو باید از قرآن یاد بگیری. برای همین خدا میگه ان علینا للهدی. اولش همینو گفت، هدایت بر عهده ماست. در واقع اینطوری بود، چون هدایت بر عهده ماست و چون سر خط و ته خط دست خودمونه، داریم شما رو هشدار میدیم از این آتش که زبانه میکشه. منطق خدا اینقدر محکمه ها. شما برو اینو به هر کافری بگو، اگه منطقی باشه باید قبول بکنه، مگه اینکه خود کله خودشو مثل کبک زیر برف بکنه، وگرنه منطق خیلی روشنه. لا یصلاها الا الاشقی. جز بدبخت ترین در آن نارن تلظا در نمی افتد. چه کسی تو اون نارن آتشی که زبانه میکشد می افتد؟ کسی که بدبخته. اما این چرا بدبخت شد؟ خودش کاری کرد که بدبخت شد. الذی کذب و تولی. همان که تکذیب کرد و روی برگرداند. یعنی چون طرف تکذیب کرده و روشو برگردونده بدبخت شده. الان هم که بدبخت شده داره میفته تو جهنم. چیو تکذیب کرد؟ حسنا رو تکذیب کرد. هم الان دیدیم حسنا رو تکذیب کرد. اما اون طرف خط نسبت به این نارن تلظا، باز آدما اینا که اول جهنمیا رو خدا گفت، اون بهشتیا چجورین؟ سیجنبها الاتقی. سیجنبها چه بابیه؟ فعل مجهوله، کاملا درسته. یجنبو. خب بله، تجنیب حالا یعنی چی؟ خود مصدرش هیچ وقت تو قرآن استفاده نشده، همین حالت فعلیش استفاده شده. سیجنبو یعنی چی؟ فارسیش چی میشه؟ دور نگه داشته میشود. فارسیش میشه دور نگه داشته میشود. کی دور نگه داشته میشود؟ اتقا دور نگه داشته میشود. اینجا اتقا رو خدا تو مقابل کی گذاشته؟ مقابل اشقا. مقابل اون بدبخت‌ترین متقی هستش. حالا دیدیم که چرا متقی شد؟ چون خودشو نیازمند احساس میکرد به داشتن یک سپر محافظ. چون خودشو نیازمند احساس میکرد متقی است و این متقی دور نگه داشته میشود از آن آتشی که زبانه میکشد. حالا چیکار کرد که متقی شد؟ همونطور که تو بند اول دیدیم. تو بند اول دیدیم که چیکار کرده بود؟ اعطا کرده بود. اینجا خدا میگه الذی یؤتی ماله یتزکا. یعنی چی؟ همان کس که مالش را داده تا پاک شده. یتزکا مصدرش چیه؟ تفعل. میشه چی؟ مصدر همینو بگید. یتزکا مصدرش چیه؟ این دقت ها رو وقتی به خرج بدیم، وقتی قرآن رو میخونیم همینطور سرسری رد نمیشیم. زکیه حرف اصلیشه. مصدرش چیه؟ نه، تزکی. تزکا یتزکا تزکی. حالا تزکی یعنی چی؟ باب چیه؟ باب تفعله. یعنی چی؟ اثرپذیری پاک شدن. حالا این آقا چیکار کرده؟ مالش را داده، نتیجه دادن مال پاک شدنه که اثر رو پذیرفته. یتزکا یعنی یه کاری کرده اثر پاکی رو پذیرفته. چیکار کرده؟ مال رو داده. پس تو قرآن مال، دادن مال، اعطای مال، انفاق مال عامل پاکی است و در واقع بگم تنها عامل پاکی است. در قرآن خدا با قطعیت به ما میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تا مالتون ندی پاک نمیشی. از خدا اونجا میگه هر آنچه دارید، هر چی دوست دارید. اول مالتو دوست داری، بعد جونتو دوست داری. تو قرآن خدا با قطعیت میگه مال و جان ندی پاک نمیشی آقا. الذی یؤتی ماله یتزکا. آیه خط آخرم بخونم. و ما لاحد عنده من نعمت تجزا. یعنی چی؟
یه گیری داره آیه، یه گیر نرمی داره، بعد ردش کنیم. مال احد عنده یعنی عند کی؟ نزد خدا. مال احد عنده من نعمت، هیچ نعمتی نزد خدا هیچ کی نداره که چی بشه؟ تجزا چه فعلیه؟ فعل مجهوله. یعنی چی؟ پاداش داده شود. البته پاداش نیست، جزا. تو عربی جزا فارسیش چی میشه؟ اون جزای عربی فارسیش چی میشه؟ نه پاداش نیست، عوض. چه پاداش باشه چه سزا باشه. جزا عوضه، چه مثبت باشه چه منفی. مال احد عنده من نعمت تجزا، هیچ کس نزد خدا مالی ندارد که جزا داده شود. یعنی چی؟ یعنی خدا چی میخواد بگه؟ این جمله کنایه از چیه؟ چی؟ خب میگیم هیچ کس مالی ندارد، نعمتی، هیچ مثلا آره بله مای نافیه است. مال احد عنده من نعمت تجزا، یعنی حرف آخر اینجا چیه؟ آیه بعد معنا رو کامل میکنه. الا ابتغاء وجه ربه الاعلی، یعنی این آدمی که داره مالشو میده که تزکیه بپذیره، یعنی پاک بشه، خب انگیزش برای این مال دادن چیزی نیست جز به دست آوردن ابتغاء وجه ربه الاعلی، به دست آوردن در واقع اون رضایت پروردگار. خب هیچ کس پیش خدا مالی نداره، مالی گرونه میذاره که مثلا بخواد این انفاق خودشو به انگیزه اون مال انجام بده، جز به دست آورد. یعنی خدا داره میگه آقا اگه داری مال میدی در راه خدا که پاک بشی، هیچ انگیزه‌ای جز کسب رضای خداوند نباید داشته باشی. هیچ انگیزه دیگری، هیچ چیزی نیست که اونجا بخواد کسی پیش خدا کسی داشته باشه که بخواد این در ازای اون باشه، بلکه فقط برای کسب رضایت پروردگار هست. ولسوف یرضا، آیه آخر سوره، ولسوف یرضا. و چه خواهد شد؟ نتیجه چه خواهد شد؟ سوف یرضا. یه لام سرش خدا گذاشته، لام قطعیته. قطعا راضی خواهد شد. کی راضی خواهد شد؟ بله اون آقایی که مال داده تا پاکی را بپذیره. این سیاق دوم سوره بود و سوره اینجا تمام میشه. پس سیاق دوم جمع بندی کنم. از چه مثال مابد تحلیل منفی انسان یا مرد؟ ولسوف یرضا، این یرضا یعنی چی؟ ما فرمودید مخلوق راضی. بله. از چه مثال و برای چی میشه تحلیل؟ از سیر کلام اینو میگی. چه جوری؟ میگیم الان موضوع کیه؟ موضوع انسانی است که مالش را برای تزکی انفاق میکند. این آدم یه روزی راضی خواهد شد. راضی خواهد شد از چی؟ از انفاقی که کرده، پاداشی که در ازای انفاقش به دست میاره. لسوف یرضا، حتما راضی خواهد شد. یعنی تو اگر اون انفاق رو به قصد کسب پاکی انجام بدی، حتما رضایت خدا کاری خواهد کرد که تو رضایت تامین میشه. حالا جنبندی سیاق دو چی شد آقا؟ آقا جان در سیاق دو، بعد از اینکه خدا در سیاق یک تفاوت رو تثبیت کرد و تفاوت رو روی انفاق و یا بخل به دو قسمت تقسیم کرد، حالا خدا در سیاق دو گفت بابا جان ما اگه تو سیاق یک گفتیم که بیاد یه حسنایی رو تکذیب کنید، دلیلش چی بود؟ منطقش چیه؟ منطقش اینه که سر و ته خط دست خودمونه، هدایت هم بر عهده ماست. بنابراین شما رو از یه آتشی که زبانه میکشه دارم انذار میدم. آتش رو جز بدبختا توش نمی. حالا بدبخت کیه؟ همون که اهل انفاق نبوده. یک متقی از اون دور نگه داشته میشه. یعنی خدا بعد از اینکه اون منطق روشن معاد رو اینجا برای ما تشریح کرده، اینکه چرا معادی قرار است برپا شود،
داره آدما رو به دو دسته متقی و بدبخت تقسیم میکنه که متقی بر اساس انفاق تو رده متقیان قرار گرفته، چون این آدم به انگیزه کسب پاکی اومده انفاق کرده و این انفاق او رو پاک کرده، متقی کرده و حالا قرار وارد بهشت بشه. در سیاق دو همون دوگانه‌ای که خدا در سیاق یک ساخته بود و خدا تثبیت میکنه. دلایل در واقع فلسفه این دوگانه‌ای که تو سیاق یک تشریح کرده بود رو خدا برای ما تثبیت میکنه. پس سیاق دو محکم کردن همون بند اوله که حرف سوره هستش. اینجا سوره لیل رو ما خوندیم در دو بند و با یک نگاه منسجم خوندیم. فرق نگاه منسجم با نگاه گسسته اینه که همه رو در یک نگاه خوندیم. الان ما به یک تصویر رسیدیم، تصویری که هر کسی که این سوره رو با این نگاه بخونه بهش میرسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.